سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 19 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخطی موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می‌توانید تماشا کنید. وزارت کارهای داخلی تیرپرانی در جماعت گلستان شهر لیوکند سربند سابق را تصدیق کرد. زد و خورد مسلحانه میان دو گروه به عمل آمده است. جانب‌ها از سلاحی تروماتیکی استفاده بردند. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که گروه اول به خانه الهام حاتموف رفتند و میان آنها بحث سر زده است. بعداً بحث تا زنازنی و تیرپرانی کشیده می شود. الهام حاتموف معروف با نام الهام کماندیر در گذشته با تجارتی پخته مشغول بود. طرف دیگری بحث به گفته منابع رادیو آزادی از افراد نزدیک به مالکانی بازار حاجی شریف در شهر باختر عبارت است. تفصیلات این حادثه را در برنامه اخبار خواهید دید. وای فای نظارت خواهد شد. شهردار شهر دوشنبه قرار را تصویب کرد که به تنظیم خدمات اینترنت بیسیم و یا خود وای فای دخل دارد. برای نظارت نهاد علاهیده با نام سمارت سیتی و شهر هوشمند تأسیس یافته است. من بعد آنها با ارائه وای فای مشغولند باید اجازت رسمی داشته باشند و از ثبت مقامات بگذرند. شهرداری در توضیح اقدامش چی میگوید در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. ضمناً تا امروز برخی از باغ‌های دوشنبه، مهمانخانه و آسایشگاه‌ها و فرودگاه پایتخت برای مشتریان خود اینترنت رایگان بیسیم پیشنهاد می‌کنند. قبلا یک شرکت ده‌ها نقلیات جمعیتی را هم با اینترنت رایگان تامین کرده بود، اما این دیر دوام نکرد و حالا اینترنت بیسیم در نقلیات مسافربر فعال نیست. وقت دادگاه حکم نبرآورده از طریق تلویزیون همچون جنایتکار اعلان کردن نورست نقض قانون نیست. با چنین شکایت و نگرانی پیروان علیجان علیزاده 15 ساله به رادیو آزادی مراجعت کردند. این نورست در کشتار 2 نفر متهم می شود، هرچند خود او با پیوندانش گفته است او تحت شکنجه و تهدید کارمندان پلیس گناه را به گردن گرفته است. حالا ناراحتی وکیل دفاع این خانواده از آن است که حکم در نسبت نابالغ اعلان نشده است، ولی مقامات انتظامی در برنامه‌های تلویزیونی از او به حیث قاتل نام میبرند. جزئیات را در برنامه خبری برایتان افشا خواهم کرد. باید راهخط بگیرد. طلبات نو برای تاکسیران‌ها و بارکشان‌ها در تاجیکستان. این راننده‌ها باید هر هفته بر عوض مبلغ معین برگه راه بگیرند. بدون داشتن چنین برگه جریمه می‌شوند. مقامات این تصمیم را به خاطر آسان کردن جمع آوری آمار می‌دانند. کارشناسان می‌گویند این یک راه نوی پولستانی از مردم است. یکی از موضوعهای دیگری برنامه امروز این خواهد بود. گروهی از شاعران ایرانی تبار از جمله مسعود سپند در قلعه مغ شهر استرافشن آتش فروزان کردند که برای پیروان دین زردشت و یا مزدایسنا مقدس به شمار می رود. تاجیکستان از سال 2018 قلعه مغ را با خرج بیش از 26 میلیون سامانی برقرار کرد که عبادتگاه پیروان زردشت و یا آتشکده می باشد. تاجیکان تا ظهور اسلام پیروی دینی مزدایسنا و یا آیین زردشتی بودند، اما پس از حمله عرب‌ها 1300 سال قبل باز پیروان دینی اسلام هستند. بنابراین همه چیزی که وابسته به احیای رسم آیین زردشتی در تاجیکستان از سوی جامعه چندان خوب قبول نمی شود. چرا نهال‌هایی که به استقبال پرزیدنت شنانده بودند دیر نپاییدند؟ در برنامه امروز از سرنوشت درختان آرایشی و سایه افکن گلگشتی به نام سفر امیر شریف در شهر کولاب خواهیم گفت که همگی بعد 2 ماه خشک شدند. گلگشتی مذکور ماه سپتامبر امسال از سوی امام علی رحمان باز شده بود. ساکنان محله نیز میگویند که تا بازسازی در این مکان در سایه درختان بزرگش استراحت میکردند، ولی حالا از آن درختان نشانه هم باقی نمانده است. اما آن چیزی که ساکنان را ناراحت کرده است این است که برای این درختان پول زیاد مصرف شده است و کسی حالا در فکر این مبلغ ها نیست. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنید.